سلام عرض می‌کنم مجددا خدمت همه شما دوستان عزیز پیک شادی که از طرق مختلف با ما همراه هستین در برنامه ویژه پیک شادی به مناسبت انتخابات قلابی رژیم آخوندی. در واقع دومین بخش هست. یه بخشش امروز صبح خدمتتون ارائه کردیم که امیدوارم که اون دسته از دوستان عزیزی که با ما همراه بودن مورد توجهشون قرار گرفته باشه و حالا هم در در ساعات آخرین برگزاری این نمایش قلابی رژیم آخوندی باز با قسمت دوم این برنامه در خدمت شما هستیم. برنامه به صورت زنده است، بنابراین ما میتونیم به نکات، نظرات و مطالبی که مطرح میکنین بپردازیم از طریق شبکه‌های مختلف اجتماعی که با ما در ارتباط هستین، به خصوص یوتیوب و فیسبوک که میتونیم نظراتتون رو ببینیم و مطرح بکنیم. عرض کنم خدمتتون که من قبل از اینکه بپردازیم به موضوعات این نمایش مسخره انتخابات خدمتتون بگم که واقعا مایه خوشحالی و افتخار من هست که به این ترتیب و از این طریق در خدمت شما هستم. صبحم تا حدودی در حدی که فرصت بود در موردش صحبت کردیم، ولی به هر حال اینکه بتونم به طور زنده در ارتباط مستقیم با شما عزیزان قرار بگیرم مایه افتخار هستم در چنین روزی، در روزی که قدرت همه مردم ایران در برابر رژیم پلید آخوندی به خوبی داره خودشو نشون میده و یک تحریم بسیار موفق و پیروزمند در برابر رژیمی که خودش با آب و آتش زد و واقعا حالا میپردازیم به شیوه هاش. به هر کاری که بگیم متوسل شد برای اینکه یه جوری یک حوزه های شلوغ رأیگیری نشون بده. در خلال برنامه ما به مطالب مختلف خواهیم پرداخت. یکی از دوستان عزیز، یکی از هم‌میهنان قطعات افشاگرانه بسیار جالبی از حوزه‌های به اصطلاح رأیگیری آخوندی گرفته که در خلال برنامه بهش خواهیم پرداخت. یک پیام داریم از یه بسیجی. من می‌خوام قسمت‌های به قول معروف ویژه رو خدمتتون بگم و بعد در مورد هر کدوم به طور خاص توضیحاتی خواهیم داد. ولی فقیر چشات خمار پا منقلی آسیدلی ولی فقیر چشات خمار پا منقلی میخوام بیام دم خونتون نمیخواد بیای پیش آقا مجتباتون نمیخواد بیای میخوام بیام دم خونتون پیش آقا مجتباتون بدم میخوام بیام زیر عباتون میخوام بشم رئیس جمهورتون میخوام برام رای بسازی نگو نمیشه دل واپسم واسه یه نظام نکنه فرنگیشه آسیدلی ولی فقیر چشات خمار پا منقلی میخوام بیام دم خونتون پیش آقا مجتباتون بدم میخوام بیام زیر عباتون میخوام بشم رئیس جمهورتون میخوام برام رای بسازی نگو نمیشه دل واپسم واسه یه نظام نکنه فرنگیشه میشم فدات سردار سپات باز بمب اتم میخرم برات حالا نمه غیر تو کمرم آسیدلی آره توی تاج سرم حالا نمه غیر تو کمرم آسیدلی آره توی تاج سرم حمایت کن تو اعظم میگی اسم مطمئن نه اعظم حالا عضو و مزما و ولی و فقی و هر چی باشه با من باشه سر این نظام باشه کفشه سفید پاشه برجامو بکن بیا پیش ما به جد تو یزیدی تیشنا دل و پس و یکیش ما شدیم با صد سیریش ما شبی میان در خونه میدوزنت میزننت کج و کله بشین تحریما رو را میندازن بمیرم واسد که چی میکشی عبای کوتاه برام میپوشی منم شلوار گلگلی کشی نگو نمیشه نه نمیشه نگو نمیخوای نه نمیخوام نگو نمیشه نه نمیشه نگو نمیخوای نه نمیخوام قبل از که بپردازیم به ادامه برنامه تشکر کنم از دوستان عزیزی که برامون مطالبی فرستادن با نام‌های ساده، جهانگیر، شهین،
نسیم، ناصر آزادی، فانوس حسین حسینی و مهدی صدقیانی. خیلی ممنونم از مطالبتون. تلاش میکنیم که در خلال برنامه در حدی وقت هست از اونها استفاده بکنیم. صحبت از حوزه‌های انتخابیه‌ای بود که در واقع مگس هم توش پر نمیزد و همه این تلاش تقلاهای رژیم برای اینکه آی مردم دارن میان و حماسه خلق میکنن اینا در واقع امروز روز بطلانش بود. گزارشی رو اجازه بدیم ببینیم که یکی از هموطنان تهیه کرده، از چند مورد از مشاهدات خودش و مستند کرده اونها رو. گزارش رو ببینیم بعد بیشتر در خلالش صحبت خواهیم کرد. 29 اردیبهشت 96 اینجا دماونده. همونطور که میبینید حضور میلیونی ملت اینجا الان موج میزنه. اینم مسجده، یعنی جایی که حوزه انتخاباتی باید مردم بیان رای بدن. بله، حضور میلیونی رو هم میبینید که چقدر دارن رای میدن الان اینجا. اصلا محو این جمعیت شدم من، انقدر زیادن. اون ساعت در این مناطق مشخصی که صحبتش بود شاید مثلا جمعیت نبودن، چون یکی از حرفایی هم که این مسئولین برگزار کننده انتخابات نمایشی رژیم گفته بودن به خبرنگار الجزیره همین بود دیگه. گفتن چرا اینقدر اینجا سوت و کوره؟ گفتن این ساعت ناهار خوردن ایرانی هاست و در این ساعت خب طبعا کسی نیست. یعنی الان دیگه ایران شده یه پادگانی که همه سر یه ساعت مشخصی میرن ناهار میخورن اینا. گفتم خب شاید اینم ساعت ناهار بوده. باز همین دوستمون در منطقه دیگر و ساعتی دیگر یک گزارش دیگه هم تهیه کرده، اون هم ببینیم شاید اونجا این جمعیت در واقع پیدا بشن. اینجا دبستان دخترانه سمیه است در دماوند. یکی از حوزه‌های انتخاباتی بوده. همونطور که میبینید خالیه، هیچکی نیست. من نمیدونم پس این حضور میلیونی که اینا میگن کجاست؟ لابد ما چشم بصیرت نداریم نمیبینیم. بله، تا ته خیابونم ببینید خلوته، هیچکی نیست. بله، این هم از اون مدرسه‌ای که قرار بود تبدیل بشه به یک حوزه بسیار پرشور میلیونی برای اخذ آرا و بازم به قول این هموطن خوش‌ذوقمون لابد یه نوع دیگه‌ای چشم برای دیدن لازم هست. ولی باز هم گفتیم خب شاید اینا ساعت اولیه صبح بوده، معذوراتی داشتن که همون که خودشون بعدن توضیح میدن که خب شاید خواب موندن، دیر شده، کار داشتن، گذاشتن بعدن بیان و اینا. ببینیم که در ساعات بعد از ظهر در شهر دماوند در این حوزه‌های میلیونی چه خبر بوده. درود دوستان، امروز 29 اردیبهشت 96 ساعت 7:20 است. صبح اگه یادتون باشه یه گزارشی از حوزه‌های دماوند براتون فرستادم، گزارششو که هیچکی نبود. حالا بعضیا میگن که خب شاید مردم صبح خوابیدن بعد از ظهر میخوان برن رأی بدن، تا ساعت 8 شب فرصت دیگه. بفرمایید اینم ساعت 7:20 و همچنان پر از خالیه این حوزه. من نمیدونم حالا BBC چه جوری گفته 20 میلیون اومدن، حالا به احتمال زیاد تا یه ربع دیگه میشن 60 میلیون. بله، اینها گوشه ای از این موضوع. البته میتونید که خب رژیم بعدش به دلیل همین ازدحام میلیونی برای اینکه دیگه ملت زیر دست و پا نمونن، اول یه 2 ساعت بعد یه 2 ساعت دیگه تمدید کرد و در مجموع تا این لحظه که ما خبر داریم 4 ساعت تمدید کرده که ادامه بدن. و خب اینم که BBC چه جوری گفته، همونطور که این هموطنمون سوال کرده بود، سوال خوبیه. فکر میکنم که اگه با خودشون مطرح بکنیم حتما به جوابای خنده‌داری خواهد رسید و اثبات خواهد کرد که آیت الله BBC که میگن الکی نمیگن. بپردازیم به موضوعات دیگه، منتها بعد از شنیدن یک ترانه طنز راجع به اون یکی موضوعی که خدمتتون قول دادم، در واقع موازی که یک بسیجی در واکنش به برنامه ما گرفته که خیلی جالب است. ما همه به دنبال تغییر و تغییر و امید هستیم. برنامه من نجات
اعتدال نداریم. با شعار اعتدالی پوز عالی جیب خالی رو کار اومدی، کردی واسه مردم رکود و تورم 30-40%. خواستی با سبد کالا شیره بمالی سر ما حقمون رو ندی. حاجی روحانی خیلی چخانی بدجور گن زدی. برنش دجالی کلک و رمالی خواستی بکوبی قیاما، ولی وقتی غیر دادی عبا رو جر دادی پیشوارو کردی نظاما. ما نرمش قهرمانانه خواهیم داشت. رفتی فرم واسه مذاکره، گفتی حالا وقت بره. زهرو دادی به سیدری خره، گفتی بخور تا خره. فنی سازی حالا پنجره، تو پایین کشیدی کرکره. به اوباما از تیاره گفتی تلفنم یادت نره. یالا یالا زهر بعدی، یالا یالا زهر بعدی، بعدی زهر بعدی. کش دادی تو دیالوگ و تحریم اما دست خورد و مشکل حل نشد. ابو طالبی تو کردنش تو پیتو ویزاش جل نشد. هر وقت میخواد مذاکره بشه یه عده میگن ما داریم میلرزیم. خب به جهنم برید یه جای گرم پیدا کنید برای خودتون. گفته بودی ما فاره رو سایت و فیس روزنامه رو آزاد میذاری، باز خالی بستی گرفتی بستی خیلی مکاری. برنش دجالی کلک و رمالی خواستی بکوبی قیاما، ولی وقتی غیر دادی عبا رو جر دادی پیشوارو کردی نظاما. اعتدال. چرا زندانی سیاسی نیازی نیست که در کشور عدل و اعتدال کسی در زندان باقی بماند. تو خیابون پر تنابه دار زندونی ها هزار. خانوما رو که تو کردی بیکار، گفتی تو ورزشگاه پا نزار. کردی باز توی نابکار حقوق بشر رو تار و مار. آرجون امت افعی 7 خط خودتی شیخ بری. برنش دجالی کلک و رمالی خواستی بکوبی قیاما، ولی وقتی غیر دادی عبا رو جر دادی پیشوارو کردی نظاما. بله و اما خدمتتون عرض کردم که امروز صبح که برنامه رو اجرا کردیم به غیر از خب پیام‌هایی که هموطنانمون و یاران و همراهان پیک شادی از نقاط مختلف جهان و سراسر ایران ارسال کردن که خیلی ازشون ممنون هستیم، خیلی خوشحال شدیم که متوجه شدیم که خب این باعث سوزش شدید این دستگاه بسیجی ها اینا هم شده بود و از پایگاه‌های بسیج هم رسید برنامه به شکل‌های مختلف رسید. ولی جالب ترینش که به نظر خودم خیلی خوب بود، خیلی به این نوع ویدیو علاقه‌مند هستم، کلیپی بود که یه بسیجی نشست رو به دوربین ضبط کرد و به طور خاص برای برنامه ما فرستاد. این رو با هم ببینیم. تنها ضعفی که داره یا جا برای کار کردن داره اینه که اگه بتونه پای مثلا بسیجی‌های شناخته شده تری مثل بسیجی دهنگشاد و اینا رو به این کار بکشه، فکر میکنم از نظر طنز بالاتر میره. ولی به هر حال این بسیجی هم تلاش خود کرده و ببینیم که تهدیداتش چقدر میتونه جلوی برنامه رو بگیره. بنده علی هستم از اندیمش. امروز 29 شهریور سال 1396. بنده هم مانند دیگر ایرانیان وظیفه شرعی خودم دونستم که برم رأی بدم. فقط میخوام اینو بگم، شما حتی اگر جان ما رو بگیرید اما عقاید ما رو نمیتونید بگیرید و عوض کنید. و رهبر اگر فرمان بده استودیوی شبکتون رو حسینیه میکنیم. بله این از 20-17 میگیره، 3 غلط داشت تو این چند دقیقه‌ای که صحبت کرد. البته یه حرف درست هم زد دیگه، گفت عقاید ما رو نمیتونید بگیرین. اینا اصلا مسئولیت ذاتی دارن دیگه. شما مثلا کجا میخوای پیدا کنی عقیده رو؟ مثلا فرض کن بالاترین جراح هم بیاد بره تو مغز، این مغزی پیدا میشه، عقیده‌ای پیدا میشه، چی بخوای بگیری یه مقدار این مشکل ایجاد میکنه که خب طبعا از خیر این میگذریم. در تاریخ هم به نظر میاد که قاطی کرده 29 شهریور که شاید هم آینده نگریشو نشون بده، شاید هم مثلا یه نوعی ارتباطاتی با همون 20 میلیون بی بی سی میتونه داشته باشه و اینا، که به حال گفته که در 29 شهریور این پیام فرستاده و بعد هم این که قراره بدین استودیو رو تبدیل به حسینیه بکنه که حالا اینو میذاریم وقتی که اومد دیگه میتونیم با هم دقیق‌تر صحبت بکنیم که چجوری میخواد از کجا شروع بکنه
و چه کار بکنه. به هر حال امیدوارم که بازم از این موارد داشته باشیم، چون واقعا خیلی خستگی رو در میکنه. اما بپردازیم به داستان همین رأی و رأی کشی توی رژیم. این واقعا به قول معروف یه زیگیلیه که روی این وضعیت رژیم مونده، یک عنصر ناخواسته ای که از همون روزهای اول بعد از انقلاب ضد سلطنتی، اونجایی که رژیم ناچار بود تحت فشار یه جوری جست دموکراسی اینا بگیره، بخاطر انقلابی شده با شعار آزادی، ناچار شد تن بده به چیزایی که اصلا به گروه خون رژیم نمیخوره، رئیس جمهور و رأی و از این حرفا. و این خب همه چیش با رژیم در تضاده. شما حسابشو بکنید، این رژیم برمیگرده مناظره میذاره، یه فضاحتی میشه. تبلیغ انتخاباتی میکنه، یه فضاحتی میشه. بعد نمیدونم از این صحبتایی میکنن که چه کارهای آزاده در آستانه انتخابات، همون کارهایی که بعدش به شدت ممنوع میشه، دوباره یه فضاحتی راه میفته. بعد چیزای مختلف که حالا اگه فرصت باشه برخیش خواهیم پرداخت. یکی از این مقولات داستان شمارش آرا. خب همه جای دنیا شمارش آرا دیگه یک چارچوب و کادر مشخصی داره. حالا دیگه حداکثر اگه تفاوتی هست در مکانیزم‌های استفاده از دستگاه الکترونیکی برای شمارش سریع‌تر آرا، یه چیزهای از این قبیل هست. به رژیم که میرسه دوباره داستان اتاق تجمیع و ضریب چند بدیم و تعداد آرا رو ضرب در چند بکنیم که اینجوری بشه و چند نفر قرار میکنن و صندوقایی که با صندوق بانهاش دزدیده میشن میرن تو انتخابات قبلی و بعد وسط راه کامیونای حاوی صندوق‌های رأی که پیدا میشن و یه چیز از این قبیل. این خب یک جنبه یک وجه طنز هست. یه وجه دیگه هم اینه که همون دو تا نصفی آدمی که اینا جور میکنن شاید توی حوزه‌ای هستن که ما که اون فیلمی که دیدیم یه دونه هم نبود، ولی بالاخره اگر جاهای دیگه این آدمای جور میکنن، تازه اونا هم که میرن که رأی نمیدن، که الان نمونه‌های زیادی حتما خودتون تو فضای مجازی این طرف اون طرف دیدین از برگه‌های رأیی که به اسم افراد مختلف از فوتبالیستا تا نقشه‌های خارجی تا آدمایی که وجود ندارن تا اسامی مردگان و چیزهای از این قبیل پر میشه، که به هر حال نشون میده که اصلا همون ماهیت واقعی انتخابات در این نظام، یعنی چیزی که هیچ عنصر و هیچ باری از جدیت درش نیست. چون هیچ باری از جدیت درش نیست، حداقل ما بیام این وجه رو به شکل طنز با هم ببینیم. خب آیات اعزام خیلی خوش آمدین هسته که با یاد امام راحل آخرین و مهمترین مرحله انتخاباتی که هسته، یعنی زمان شمارش آرای مردمی چی که فرا رسیده هسته. همونطور که در جریانید با راهنمودهای حضرت آقا شاهد حضور میلیونی بلکه میلیاردی هر مردم در پای صندوق‌های رأی‌ها چی که هسته ما بودیم و تا الان حدود 143,230,2357 میلیون هزار تا به صندوق‌ها چی ریخته شده که همش همین هست. این کلش هست، این که اینجا هست. میدونم یکم زیاد هست، شما هم میدونم که تصورش که هیچ کس نمی‌کرده که اینقدر حماسه کاتکلوف باشه، یعنی اینقدر گنده حماسه باشه. واسه بعد ما خود ما اصلا آمار دستگاه کپی هم چی از دست ما در رفت، یهو اینقدر زیاد شده که هست که الان دیگه کاری که ما باید بکنیم. اما خب بالا الان دستور اومده که 2-3 ساعته ما چی اینه رو چی جمع جور بکنیم که دیگه اینجوری روال اینطوری هست که من رأی‌ها رو می‌خوام خدمت شما هم چی یادداشت می‌کنید که مشخص بشه کی بیشتر رأی آورده. حالا من دانه دانه این چیز می‌خوام که شما بنویسید. اولی رو بنویسید شما دکتر روحانی، اولی بنویسید شما بنویسید دکتر روحانی. بعدی هسته که رئیسی هسته، رئیسی رو که بزنید شما که ببینیم چیه. این خود دستخطش بعد نمیتونم بخونم، شما بزن به حساب رئیسی، شما بزن به حساب رئیسی. بعدی این رأی که همش سفید هسته، پس بزن به حساب رئیسی آقا. بعدی آیت الله مهدوی کنی مهدوی کنی مگه ایشون محروم نشدن؟ محروم شدن که نشدن. عجیبه اصلا محروم هم بشار اسد بزن واقعا که بشار اسد هم بعدی جان پاندای کنفوکار من شرکت کردن ایشون تو احتمالا منظورش احمد خاتمی خودمون هست. شما بنویس احمد خاتمی. بعدی رو من خدمت شما عرض بکنم. بعدی هست جواد یساری. کیه جواد یساری؟ کیه؟ مال جمناه. بعد بنویس جواد یساری دیگه که اینم واسه که جواد یساری. عجب چی چیزه آدم میبینه این چیز. خامنه‌ای الدنگه
نه آقا کیه؟ نمیسین آقا ایشون نمیسین که حالا بنویسید و ایشون درست رای دادم. آیت الله چی لوک خوششانس. آیت الله لوک خوششانس ما داریم مگه؟ بریم بعدی آقا، بریم بعدی، اصلا معطل نکنیم وقت کم است. جواد یساری بعدی، جواد یساری. بله حالا اینه بزن. ژانوار جان شرکت کرده توی انتخابات، عجیبه چجوری رد صلاحیت نشده که. شما یه دو تا دیگه بزن به حساب آقای جواد یزدانی ببینیم چی هسته که بزن. کوزت، خانم کوزت، مگه خانوما هم شرکت میکنن؟ نداریم، نمیخواد جایی بمیسین شما. ببین کی هسته. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر ارنست. بعدی ببینیم که چی نوشته. بعدی نوشته که مرگ بر دیکتاتور. کی هسته؟ اینا چی می‌نویسن اینجا؟ بله. بعدی نوشته خامنه ای اینه آقا، اصلا به حسابش کی نزن آقا، اصلا بی‌ادبی هست، ولش کن آقا. پرویز پرستویی در نقش مارمولک، اینو بنویس، یه جا یادداشت بکنید بغل مقاله. بله. بعدی امیر تتلو. بله. اینکه بعدی رو می‌فرماید که آیت الله لیونل مسی گلپایگانی. ای بابا اینجوری که نمیشه که، عجب داستانی داریم ما. بله. سرنگ سپاه ولادیمیر پوتین. این خوبه بنویسی، یه جا یادداشتش بکنید. بس مراد برقی. بله. بریم. بله. امام خمینی. ایشون هم محروم شده بود. نه ایشون نوشته اصغر ترقه نوشته. بله. نوشته که بله چی نوشته؟ دست بچه‌ت بگی برو خانه بابات. چی شد؟ خب با متفاهم زندگیتون رو بکنین، چرا این کارو با هم دیگه میکنین آقا؟ نمیشه که آقا اصلا نمیشه که اینجوری، اصلا پیش نمیره که 4 تا 5 تا جواد یساری از این ور، جواد یساری از اون ور، بعد فردا جواد یساری میشه رئیس جمهور مملکت. آقا پاشین برین زنگ بزنین بیت آقا، بگین خودشون یه نفر معرفی کنن بره پی کارش دیگه. بابا عجب داستانی داریم ما. ایشون دیگه کی میگه چی رفته این رای میده؟ کی هست این؟ من نفهم. لورل هاردی نمیشه آقا، لورل هاردی. رنالدو رو شرکت بکنه. باشه برو زنگ بزن مقام علما خودش یکی رو بگه دیگه. بابا خودمونم معطل کردیم. آقا جمع کن بریم آقا، جمع کن آقا. بله اینم از طنزی که محسن کار کرده بود. فکر کنم یه مقدار غیر واقعی بود. من بگم که در این فرصتی که داشت طنز محسن پخش میشد، دوست و همکار عزیزم محمد جواد نیکبخت اومد اینجا. محمد جواد سلام. خیلی نمیدونم چی بگم مهمون برنامه بعد تلافی خیلی ممنون که من مهمون تو. خیلی ممنونم از لطفی که کردین و از من دعوت کردین بتونم یک چند کلمه با هموطنام صحبت کنم در مورد پیروزی بزرگی که امروز واقعا رقم زدن مردم با عدم شرکت و تحریم انتخابات. واقعا من این پیروزی رو از صمیم قلب به تک تک هموطنام تبریک میگم و این در تقدیر بود. علتش هم این که خب همونجور که میدونین گزارش‌های مختلفی میرسه از حوزه‌های خالی که این به شکل واقعی توی صحبت‌هایی که توی مناظره انجام شد در تقدیر بود یک چنین چیزی. چون خود این خالیباف گفتش که 4% با مان و 96% بر علیه‌مان، که من به نظرم این با یک کمی اغماض میشه گفت شاید مثلا یه حرف نسبتاً درستی شاید با اغماض که قالیباف توی مناظره 4% همین که نتونستم زیاد. آره بحث من هم همین است اتفاقا که با دیدن این صحنه‌های خالی می‌بینیم که واقعا نتونستن همون 4% هم بسیج کنن و بیارن پای صندوق‌های رای. به هر حال من مجددا این پیروزی رو تبریک میگم و این صحنه‌ای که الان محسن بازی میکرد منو یاد یک چیزی توی من راستش بخوام بگم توی انتخاباتی از رژیم شرکت نکردم اینا حوزه چجوری است، ولی این صحنه یک بار تو سال 59 فکر کنم بود، 59 یا 58 که توی دانشگاه ملی دیدم این صحنه رو. تو پرانتز بگم که محمد جواد دانشگاه ملی تحصیل میکرد، حقوق خوندیم آقا درسته؟ بله.
بله وکیل هست از دانشگاه ملی. بله. توی دانشگاه ملی که بعداً اسمش شد دانشگاه بهشتی. خب علتش این بود که سال 59 بهشتی اومد توی دانشگاه ملی که سخنرانی بکنه. حالا یعنی واقعا اونجا نه درس خونده بود نه درس داده بود. کدوم درس خوندن مگه سواد دارن؟ به هر حال اومد اونجا سخنرانی بکنه و هواداراش که به اصطلاح میگفتن انجمن اسلامی دانشجوی مثلا حزب اللهی، اینها میخواستن صحنه رو طوری بچینن که همه به اصطلاح خودیاشون باشن توی اون تالار مولوی دانشگاه ملی. ولی این داستان توسط دانشجوی انقلابی لو رفت، یعنی کشف شده بود که میخوان اینا چه کاری بکنن. قبل از اینکه داستان بخواد شروع بشه اینا همه رفتن صندلی تالار مولوی رو چیکار کردن؟ اشغال کردن، به طوری که این حزب اللهیا همشون مجبور شدن کنار دیوار تالار واسن. هیچی. به هر حال بهشتی اومد یه موضوع سخنرانیش راستش یادم نیست، ولی یادم فرق نمیکنه، معمولا راجع موضوع محتواداری که صحبت نمی‌کردن. بله موضوعش که یادم نیست، ولی همینقدر که خواست صحبت بکنه یک سری از این دانشجو بلند شدن از نقاط مختلف سالن به سوالای شفاهی که آقا فلان فلان. این یه دفعه گفت که باشه الان اوضاع طوری است که دیگه نمیشه سخنرانی کرد، خوبه این جلسه رو تبدیل کنیم به جلسه پرسش و پاسخ. همه استقبال کردن. خب گفت که برای اینکه جلسه به نظم کشیده بشه شما این سوالا رو چیکار کنین؟ بنویسین بدین، شفاهی کسی سوال نکنه. قبول کردن. هر که نوشت سوالا رو نوشتن و فلان، اینها هجمه کردن به طرف سنی که اون روش نشسته بود و سوالا رو تحویل دادن. این سوالا گرفت. این صحنه که مال محسن گفتم یادم اومد، یه نفری از خودیاشون کنار بهشتی نشست روی صندلی که این سوالا رو دسته‌بندی بکنه. اینم سوالا رو اینجوری نگاه می‌کرد، هر کدوم خوشایند نشه مینداخت پایین، مینداخت مثل همین که جدا می‌کرد. این صحنه من اونجا یه دفعه بعد یه دفعه آقا هجمه شد، سوال شروع شد که آقا این چه خبره، این همه سوالا رو داره میریزه دور. سوال جواب شد چی؟ شفاهی. من جمله من خوبه دو تا از این سوالا که یادم مونده که پرسیدم بچه‌ها بگم. یه داستان اون موقع بود که این یک ملاقاتی داشت با یکی از ژنرال‌های آمریکا به نام ژنرال هایزر که همیشه مثلا توی این تظاهرات و اینا میگفتن بهشتی با هایزر چه گفتی فلان. این یه شعاری بود که یکی از بچه‌ها همین سوالو کرد، گفت که بهشتی تو با هایزر چه گفتی؟ این هم نه گذاشت نه برداشت، گفت که قبل از انقلاب هیئت‌های آمریکایی زیادی میومدن با ما ملاقات، شاید هایزر هم داخل اونا بوده، ما که خبر نداشتیم. دجالی می‌بینیم. یکی این بود. یکی بهش گفتم آقای بهشتی شما مدعی هستی که با رژیم شاه می‌جنگیدی، مبارزه می‌کردی، ولی تو برای شاه کتاب تعلیمات دینی نوشتی، اینم کتابات. گفت که بله من کتاب نوشتم، ولی اگر به موضوعات آن کتاب‌ها نگاه بکنید می‌بینید در مورد جدال و قتال و جهاد و فلان ایناست. بعد که ابشا صفحه از این کتاب تعلیمات دینی گفت آیه بهش این کجاست جدال و قتالی که همش تو چاپلوسی کردی و حرف مفت زدی که بعد داستان خلاصه مغلوبه شد. دردسر ندارم فرار کرد از اون صحنه. به خاطر همین فرارش اسم دانشگاه ملی رو گذاشتن دانشگاه بهش. فکر کنم اینجوری شد. بله خب بس خوب شد حداقل بعد از سالیان ما رمز اسم گذاری دانشگاه به اصطلاح بهشتی، چون واقعا همیشه سوالم میاد دانشگاه ملی چجوری شده به اسم آخوند ملعون. بله خب اینم از این موضوع. به هر حال فکر می‌کنم که برگردیم به موضوع اصلی، نمایش انتخابات قلابی رژیم. حتما که نکات طنز زیادی برای گفتن در موردش زیاد هست. یکی نکته طنزی یک بار من یادم اومد، این حالا نمیدونم واقعی بود یا واقعا جوک و طنز بود، نوشته بودن که در دوره انتخابات آگهی ترحیم مال افرادی که وفات میکنن اینا گفتن به دیوار نزنین، علت فلان مرحوم فلان توی انتخابات 1 میلیون رأی آورده، یعنی که اینو ممنوع کردن. این یه نکته طنزی بود. نکات طنزش که به هر حال خیلی زیاد هست و ما توی برنامه خودمون معمولا به این نکات طنز میپردازیم. حالا اگر بس موافق باشید، واقعا به خاطر اینکه همین برنامه‌ای که اخیراً داشتیم در مورد همین موضوعات انتخابات توش بحث زیاد شد، بعد از پایان گفتگومون که در همین نقطه هست، اگر نکته دیگه نداری یا اگه داری نکته پایانی رو لطفاً بگی، چهار استراتژی که این هفته رو ببینیم
و بعد ادامه بدیم به برنامه من ویژه نکته پایانی مسعود ابراز خوشحالی و شادمانی مجدد سر این پیروزی بزرگی که مردممون توی این صحنه سیاسی در جدال با این آخوندهای جنایتکار هر دو جناح کسب کردن با ابراز تشکر و واقعا قدردانی از این عمل بزرگ خلق قهرمانمون مجددا تبریک میگم و با اجازه شما خداحافظی میکنم. قربان شما، خیلی ممنون، لطف کردی. پس 4 استراتژی موافق باشی با هم بریم. بله. آقای دکتر یه هفته است دارم روی سوالات فکر میکنم چی بپرسم که کل نظام ضایع نشه. از مناظره بگم؟ نه بابا، اون که اصلا آبرو حیثیت بازو عثمان نذاشت. خلاصه مناظرهایی بود که دزدیدید معلوم شد که تو نظام همه دزدنیم. آقای دکتر نگاهتون منفی نباشه، ثابت میکنم با مقایسه بین اصناف. وکیلا میخوان تو دردسر بیفتی، دکترا میخوان مریض بشی، دندان پزشکا میخوان دندون درد بگیری، مکانیکا میخوان ماشینت خراب بشه. فقط دزدا هستن که واسه برکت و ثروت آرزو میکنن یا با یه خواب راحت و عمیق. ببین چقدر بزرگوارن اینها. پس مقام عظما خیر مردم میخواسته که گذاشته دزدا کاندید بشن. تو هم با این دفاع کردنه به خط دفاعیمون بگیم فوروارد حریف رو ول کنند، مجری خودمونو بگیرن. آخه این باند سند رو میکنه که اونا دوزن، اونا هم سند دوزی این یکی ها رو میکنن. این نصف دوز، اون نصف هم دوز، جمعش میشه همه نظام. آدم اصلا قاطی میکنه که بوج دوزه و زمین خوره قالیبافی بوده یا روحانی چی؟ آره آدم قاطی میکنه. ولی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض کردم بله، میفرمودن که چین عکاس ندارن توش، چون که همشون شبیه همینجوری میرن بقالی سر کوچهشون میگن 6 تا عکس 3/4 مردونه بده. آقای دکتر هر جا که دست میذاری جر میخوره میره تا خراب اندر خراب میشه. آقای دکتر چرا؟ همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض کردم بله، میفرمودن که پلیسه ماشین مشنگه رو نگه داشت، گفت ناکس 8 تا مسافر داری 180 تا سرعت میری. مشنگه گفت قربونت اگه تو نرم که اون 3 نفری که تو صندوق عقبن خفه میشن که. دکتر الان هم فرق نمیکنه دزده با کی بود، ردشو که بگیری بالاخره مال یکی از جناهای خودی بوده. سوال استراتژیکی، این یک کرمه فرض کن، این کرمه از کجا میفهمی که سرش کجاست تهش کجاست؟ آقای دکتر هنوز یادم ندادی. محکم بشین که یاد بگیری. میری وسط کرمو شروع میکنی به قلقلک دادن، هر طرفش که خندید خب اون سرش دیگه روشن شد یا یه قلقلکی بهت بدم تا بفهمی. آیا دکتر این حیوانکی هاشمی تبا که هوش و حواس درستی هم نداره بالاخره فهمید که مناظرات تموم شده یا نه؟ هفته دیگه دوباره پانشه بیاد تلویزیون. نترس، اینقدر هوش و حواسش نابجاست که محل تلویزیون هم یاد نگرفته که هفته دیگه بتونه بیاد. حکایت دانشجو صحنه بسیجه که برگه امتحانو که داد رفت خود رو استاد کار بکنه. گفت استاد من مرتب سر کلاسای شما اومدم، اگه میشه نمرمو بالا بدین که مشروط نشم آقای مظفری عزیز. اونم برگشت گفتش که استادت آقای مظفری اون ته سالونه، من ناظرم. روشن شد یا چه بزنم که بپری بری ته سالون. آره دکتر مقام عظما که هشداراشو داده بود که هر کس گسل‌ها رو تشدید کنه سیلی میخوره، ولی گسل‌ها رو تشدید کردن و سیلی معلوم نشد چی شد. حرف مقام عظما خودش هم انقدر جدیش نمیگیره. خب تو هم بیخیالش شو، انقدر سرته حرفشو براش میزنن که از گفته خودش پشیمون میشه. من مبوی همیشه میفهمودم بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمدن طرف به مادرش ارد داد که این لباس منو اتو کن میخوام برم بیرون. مادر گفتش که شلوار لیک اتو نمیخواد، پایین پیرنت هم که میره تو شلوار، آستینت هم که میدی بالا، جلوش هم که صافه، یقت هم که بازه،
پشتش هم الان لم میده رو صندلی ماشین صاف میشه. اگه چیزی میمونه بده اتو کنم گل پسرم. روشن شد یا برفستمت زیر اتو. تو خیلی خاموشی روشن میکنی، مواظب باش. این حاجی روحانی که از یه طرف میگه دست عظما رو میبوسم ولی همونجا یه گاز هم ازش میگیره. جنگ دو قوه هم که شروع شده و لاریجانی و اجایی هم که لشکرکشی کردن و پاچگیری رو شروع کردن، یعنی اوضاع آرومتر که نمیشه هیچ بدتر هم داره میشه. خوش به حالت که چقدر خیالت راحته، همینجوری میگی بدتر هم داره میشه. کجا شد دیدی بدبختی هایی که برای عضواتون راهن از اینایی که تا حالا بودن خیلی بدتره. مرحوم بابوی همیشه میفهمودن از بهادر عرض کردم، بله میفهمودن از گوسفنده. پرسیدن از این که قصاب تو رو میکشه شاکی نیستی؟ گفت نه، ولی از اون مشتایی که بعدش میزنه تو شکمم خیلی دلخورم. روشن شد یا بذارم تو شکمت این وسط. یعنی میخوام به عضوا مژده بدم که قصه نباید بخوره. فهمیدی یا نه؟ یه روزی هم میرسه که این بدبختی ها تموم میشن. اون وقت بدبختی های جدیدتر و بزرگتر شروع میشن. من بهتون قول میدم. مقام عظما اونقدر که تو کاراش گره هست تو فرش شفق تبریز نیست. یه راهنمودی براش بدین، فقط نگین خدا بزرگه. چرا؟ تجربه من نشون میده که هر وقت یکی بهم میگه خدا بزرگه یعنی هیچ راهی به ذهنم نمیرسه، فکت پیاده است. روشن شد. همینجا هم برنامه رو تمام میکنم که ابتکار عمل رو به دست گرفتم و خودم قبل از شما زدم فک مقام عضو پیاده میرم ناکس. تو فقط به خاطری که ابتکار عمل دستت باشه فک عضو رو گرفتی گذاشتی زمین وسط برنامه. اون بیچاره بدبخت من رو این واسه بحثی ندارم آقای دکتر. خب دوستان عزیزمون، خیلی در رابطه با هم این بسیجیه که پیام داده بود و هم در دو طنزی که محسن اجرا کرد پخش کرد و هم صحبت‌های محمد جواد نکاتی برامون نوشتن که من تلاش می‌کنم تو فرصتایی که داریم اگر وقت شد بخونم. خیلی ممنونم از واکنش‌های سریعتون به موضوعات. یه نکته رو می‌خواستم بگم، اونم این که توی این داستان خب هر کدوم از این دو تا کاندید اصلی، شیاد و جلاد، روحانی و رئیسی، پرونده های خیلی ناجوری دارن. یعنی واقعا اگه همه اینا جمع بشن نمیتونن یکی از اینا رو بپوشونن. ولی خب وقتی که در کنار هم اینا رو قرار میدن یه تصویری از کلیت نظام پلید آخوندی به دست میده. انگار درست همون دوتا خصوصیت ویژه‌ای که اصلا به عنوان پایه‌های تحلیلی برای شناخت این رژیم مورد نیاز هست در این دوتا به قول معروف سمبولیزه میشه و متبلور میشه. رژیمی هست که ویژگی اصلیش جنایات ضد بشریش هست، یعنی وحشیگری ماورای هر دیکتاتور دیگه‌ای، و ویژگی دیگه‌اش دجالگری ماورای دروغ و فریبکاری و دجالگری. و می‌بینیم که اینها یعنی دجالگری و خصوصیت ضد بشریش در این دوتا سمبولی میشه. در مورد رئیسی که خب هم گفتنی زیاده هم خیلی گفته شده. در مورد روحانی هم این 4 سال حکومتش بر سر قدرت قرار گرفتنش و واقعا فضاحتی که کارنامه‌اش ایجاد کرد جایی برای ابهام باقی نمیگذاره. ولی به هر حال به دلیل اینکه آخوند شیاد هست شاید بهتر باشه که برای رو شدن این وجه از کارکردهای رژیم، یعنی وجه دجالگری، بهش گهگاه بپردازیم. روحانی رو اجاقه چقدر اونجا داغه، حاجی تو گل مثل اولاغه. روحانی رو اجاقه چقدر اونجا داغه، حاجی تو گل مثل اولاغه. روحانی آره یادمه وقتی اون روز اومدی سر کار، خالی دستی تا بذاری همه رو سر کار. گفتی کلیدم همه قفلاتونو باز میکنه، کلیدو بذارش تو کوزه، شدی تو لط و پار. وای بر دلم دیگه حال نداری، تو خسته ای، تو به باد دادی همه هسته ای. راه برگشتی که بسته ای، دل عثما رو تو شکسته ای. آره ای خسته ای، حالا بی هسته ای. میاد تحریمای دسته ای، آخه همه جور بمبسته ای. آره میدونم دلت پیش اوباماست، آره اگه دل تو بدی خود دل منم واسه تو.
نداری تو خسته ای، تو به باد دادی همه هسته ای، راه برگشت تو که بسته ای، دل عظما رو تو شکسته ای. آره هی هی خسته ای، حالا بی بی هسته ای، میاد تحریمای دسته ای، آخه همه جور بمبسته ای. روحانی رو اجاقه چقدر اونجا داغه، حاجی تو دل مثل اولاغه. روحانی رو اجاقه چقدر اونجا داغه، حاجی تو دل مثل اولاغه. روحانی تو خسته ای، تو به باد دادی همه هسته ای، راه برگشت تو که بسته ای، دل عظما رو تو شکسته ای. آره هی هی خسته ای، حالا بی بی هسته ای، میاد تحریمای دسته ای، آخه همه جور بمبسته ای. روحانی روحانی روحانی. خب تشکر میکنم از دوستان عزیزمون محسن هاردان، محمد بنایی و تعداد زیاد دیگه که اگه بتونم فقط به اسمشون اشاره بکنم، پیتان جاستین و دوست عزیزی که با اسم مستعار گیم تاچ با همون تماس گرفته و نکاتی که فرستادی به دستمون رسیده باز تلاش میکنیم. من خواهش کردم که از دوستان دادات فرمان هر چقدر که بتونن از اینها رو بگنجونن. یکی از موضوعاتی که دیروز و امروز خیلی مطرح بود داستان تخلفات بود. حالا دو تا رژیم خودشون توی رژیم سراپا دزد و متقلب، همونطور که تو داستان مناظره هم دیدیم که دوزی از هم دیگه رو می‌کردن. از دیروز در واقع دیروز صبح قرار بود که دیگه تبلیغات انتخاباتی صورت نگیره. طبق معمول تو این رژیم کی میاد به کدوم قرارش پایبند میمونه که این دومیش باشه. دو طرف شروع کردن به نقض این قرارداد و انواع و اقسام تخلف و حقه‌بازی و دو طرف شروع کردن همدیگه رو افشا کردن، غافل از این که شاید هم نه غافل ولی مجبور به این که مجموعه این دست رو کردن و افشاگری ها در واقع کلیت این رژیم پدید رو در تعادل قوا هر چه بیشتر در برابر مردم پایین میبره. یه خورده از این نمونه های دست رو کردن های تخلفاتی که از همدیگه رو کردن جناها رو ببینیم با هم. ستاد آقای دکتر روحانی باز بنرهای تبلیغاتیش آویزانه، اونم ستاد انتخاباتیش روز رأیگیری 29 اردیبهشت، اونم بنرهای دیگه شو پوسترشو، اینم خرید و فروش رأیی که دارن انجام میدن. خب حالا اون ور قضیه ببینیم که رئیسی چیا به اصطلاح که این رو کردن خودشون چیکار میکردن. عزیزان من سلام، من هم اکنون در حوزه انتخابیه نجف آباد یزد هستم. ببینید این تاکس تلفنی هم متعلق به پسر داداش منه. ببینید این دقیقاً در 20 متری حوزه رایگیری نجف آباد یزد. اینم ببینید، اینم حوزه رایگیری رو ببینید دقیقاً. این حوزه رایگیری، اینم ماشین تاکسی که عکس آقای رئیس رو زده. اینم حوزه رایگیریش ببینید 20 متر فاصله است. این تخلفی خیلی محرز و جالب. بله اینا که الان به هر حال کارکرد طنز داره، طبعا بعد از اعلام اینکه خامنه‌ای تصمیم میگیره کی رو از تو صندوق بکشه بیرون، تبدیل میشه به مهمات اینها در جنگ جناحی و تو سر کله هم دیگه زدن. ببینیم که اون موقع چجوری از اینا استفاده میکنن. اما یکی از چیزایی که تو این جریان تبلیغات انتخاباتی شاهدش بودیم این بود که اینها پا گذاشتن رو مرسولخای قبلی خودشون، به هر قیمتی با هر بدبختی و فلاکتی حتی شده یک رأی بیشتر رو میخواستن جلب بکنن، بنابراین از بسیاری از موضوعات خودشون گذشتن. روحانی که فیلمش هست با زبون خودش صحبت میکنه و با افتخار بگیم یا با رذالت محض در واقع اعلام میکنه که چجوری باعث و بانی و بنیانگذار
حجاب اجباری بوده در ارتش و ادارات وابسته به اون، یادآور همون شعار کثیف و مشمئز کننده یا روسری یا توسری که همین آتشخالای مثلا به اصطلاح حزب اللهی انجام میدادن، یهو میاد شروع میکنه عکس گرفتن با کسانی که با همین سرباز اگه بخوان 2 هفته بعد از انتخابات ظاهر بشن احتمالاً گشت ارشاد باید با ماشین روشون رد بشه. و عین همین داستان خب رئیسی هم داشت که باز مشمئز کننده تر یکی از یکی، اون هم شروع کرد مثلا انگار نه انگار که این طرف حجت الاعدام، این طرف مثلا سگ هاریه که با هیچ وضعیتی آروم نمیشده و اینها، و حالا شروع میکنه اینجوری کوتاه آمدن. باز هم موضوعی است و دستمایه‌ای برای اونها که اهل طنز هستن که چجوری اینا به هر خفت و خاری تو دستگاه خودشون حاضرن تن بدن برای اینکه یه جوری التماس بکنن که بیاین رأی بدین. ای آخونده شیطون بلا نشسته رو گنج طلا، جیب داری تا پایین قبا افتادیم به حول و بلا. رئیسی بیا رئیسی بیا، تو شطرنج دیپلماسی خامنه افتاد به پیسی رسیده به تو رئیسی، ای اسب چارلنگ به هوا. رئیسی بیا رئیسی بیا، تو سوریه و یمن و عراق رفتیم تو گل مثل اولاق، ای ساربان قلچ و ماق افسارمونو بگیر و بیا. رئیسی بیا رئیسی بیا، حاصل برجام تویی، سردار قتل عام تویی، آفتاب پشت بام تویی، ما رو ببر به قهقرا. رئیسی بیا رئیسی بیا. روحانی چیزی پس نداد، کلید سازه امام سفید همه رو خورد به کس نداد، خودت بیا تایر سیا. رئیسی بیا رئیسی بیا، نظام بابا 100 پاره شد توی فضای مجازی، بیچاره ماهواره شد ای آنتن 2 سر طلا. رئیسی بیا رئیسی بیا، دستاتا مرفق خونیه ولی فقی لالمونیه، صحبت سرنگونیه، میخوای بیا میخوای نیا، میخوای بیا میخوای نیا، میخوای بیا میخوای نیا. خب در این فاصله دوست عزیزی برامون نوشته که 4-5 تا حوزه رو در تهران فکر می‌کردم که بالاخره با بسیجی‌ها شلوغ می‌کنن که بعد اون هزاران حوزه خلوت رو نشون ندن. دوست دیگه‌ای نوشته که والا BBC دستور داره انتخابات ملاها رو داغ و پرشور جلوه بده، تمام صفحه‌ها رو اعلام می‌کنه که شلوغ بود. من که از صبح 100 تا کلیپ از کل مملکت دیدم خبری نبود. والا ما هم خیلی کلیپ‌های مختلف رو دیدیم و خبری نبود. و دوست عزیزی با دیدن همون آرتپورتای اون بسیجیه یک شعری برامون فرستادن که من قسمت‌های از اون رو میخونم با تشکر ازشون. نوشتن که پهلوان پنبه‌های شب شعر فارسی با غزلیاوه‌های به ظاهر حماسی، تیره منقرض گشته شاعران با نام‌های دهان پرکن اقتباسی، از هگل‌ها و انگلس‌های شریعت تا آگوست کنت‌های خطوط سیاسی، پشت هر پودیوم و روی هر سن که باشند چهره‌های بزک کرده را میشناسی. قوطه خوردن در خون ما عده‌ای با غسل ترتیبی و عده‌ای ارتماسی، عشق و احساس و آزادگی مرده در این قلب‌های چروکیده اسکناسی، دم فرو بستن و از جنایت گذشتن، توف به این ذلت و شیوه دیپلماسی. این هم از چند موردی که دوستان ما برام فرستادن، با تشکر از همه اینا، به خصوص از دوست عزیزی که با نام مستعار امپراتور او برامون فرستاده. خیلی ممنونم از نکاتتون، شرمنده هم کردیم با اظهار لطفتون که دیگه در این برنامه بهش نمیپردازیم، ولی تشکر میکنم از نکاتی که گفتین. یه قطعه ببینیم و بعد یه نکته دیگه رو در رابطه با این گرد و خاک‌های انتخاباتی رژیم خدمتتون توضیح بدم. من تبلیغات خودشون رو شروع کنن. بعد میرسیم به روز رأیگیری که دیگه اون حماسه خلق میشه، حماسه میلیونی خلق میشه و میلیون ها نفر میان و بلافاصله بعد از شرکت اونها شمارش آرا شروع میشه.
وقتی که کامل شمردیم رأی‌ها رو می‌ریزیم سطل آشغال. رأی مقام عظمای ولایت رو باز می‌کنیم. هرچی بود همون. هرچی بود همون رو اعلام می‌کنیم. یعنی قبلش هرچی بود کش. حکم مقام عظماست. هیچ صحبتی هم نداریم. یعنی همین. ولی من درخواستم اینه که حتما پای صندوق‌های رأی بیایید و در این حماسه اقتدار شرکت کنید. با تشکر. خوب شد؟ ببین این تیکش که خندیدم تو ذوق نزن، بعد نمیفهمم که تو سرعت زیاد چیز نمیشه. خیلی ممنون. بله، حالا این پیشبینی در واقع پیک شاهدی بود که هفته پیش در مورد نحوه شماره 4 صحبت کرد بود. عین همین صحبت‌ها ظاهراً داره اتفاق میفته. دوست عزیزی هم به عنوان طنز برامون نوشته بود که چرا اینقدر وقت رو تلف میکنن. خب نگاه کنن همون صبح که خامنه‌ای رأیشو انداخت برن خب اون رو نگاه کنن کیو نوشته همون رو اعلام بکنن. اینا که از این تعارفات و از این رودرباسی‌ها ندارن. کل داستان انتخابات نه که یه مسخره بازی مضحکه و هیچ باری از جدیت برش نیست. بنابراین می‌بینیم که به عنوان تبعات این قضیه و زیر مجموعه‌های این مجموعه مفتضح شاهد هستیم که هر جایی دست می‌ذارن اونم خنده‌دار و مضحک میشه. از جمله تلاش‌های بسیار احمقانه برای اینکه علائم مختلف رو بگیرن و نشون بدن که این علامت نشون بده که کاندید مورد نظر خودشون مثلا تو این داستان از صندوق رای بیرون کشیده خواهد شد. من یکی از این چیزا رو دیدم که عکس مثلا دست خامنه‌ای در حال نوشتن چیزی که ظاهرا بلافاصله بعد از به صندوق انداختن رایش بوده یا هم هولوش بوده انداخته بودن، بعد زوم کردن روی تصویر انگشترش، بعد چون این نگین انگشترش رنگش به بنفش میخورده اعلام کردن که این جناب روحانی، که از رو این معلوم میشه که این قصد داشته که به روحانی رأی بده. متقابلا هم از این ابله‌تر اون طرف مقابل که باید کلی بحث کرده که انگشتر آقا را سیاسی نکنید. منظورم نیست که به سخافت موجود در این بحث بپردازم، بیشتر میخوام بگم که وقتی یه چیزی خودش در پایه و در بنیاد و قلب و جوهر قضیه بسیار متعفن هست، دیگه خب هر جای دیگه‌ای که هر آثاری ازش میبینیم در واقع همین رنگ و همین بو رو داره. اگه موافق باشین یه قطعه کوتاه دیگه با هم ببینیم بعد ادامه بدیم. برو بابا این حنات نداره رنگی، به کلات دیگه هیچ پشمی نمونده. تو رو چه به کاندیدا، تو یه کل پوک هستی، آخرش دست بوسه ولی فقیه پستی. برو بابا رای بهت نمیدیم و والا، جمع کنین بساط و یالا زیر گل برید ایشالله. برو بابا رای بهت نمیدیم و والا، جمع کنین بساط و یالا زیر گل برید ایشالله. یکیشون شیخ بنفشه با او ریش فلفلی، یکی اند قتل عامه نور چشم سیدلی، نور چشم سیدلی. لا تأتی تأتی تو، لا تأتی تأتی تو، لا تأتی تأتی تو. رای نمیدم من به کسی، برو بابا رای بهت نمیدیم و والا، جمع کنین بساط و یالا زیر گل برید ایشالله. برو بابا رای بهت نمیدیم و والا، جمع کنین بساط و یالا زیر گل برید ایشالله. برو بابا دزد و قاتل اختلاس چی، همه جمعن دم انتخابات، حالا میگیرن جست و ادا، بعدهای کش میدن، چارشون نمیشه باز ته خد رسیدن. برو بابا رای بهت نمیدیم و والا، جمع کنین بساط و یالا زیر گل برید ایشالله. برو بابا رای بهت نمیدیم و والا، جمع کنین بساط و یالا زیر گل برید
بله. بعد نکته آخرم که می‌خواستم بپردازم بهش، در واقع یکی دلایل احمقانه است که برای زمینه‌چینی اون کنترل‌هایی که می‌خوان انجام بدن فردا که موقع اعلام کردن نتایج انتخابات هست و در واقع تصمیم خامنه‌ای رو برای اینکه کی باید از صندوق بیرون کشیده بشه، دلایلش خیلی احمقانه بود دیگه. خیلی جاها اومدن گفتن که فلان شهر مدارس تعطیل به دلیل اینکه فرهنگیان خیلی حضور فعال میخوان داشته باشن در روز انتخابات، مثلا حضور فعال در روز انتخابات، مثلا صندوق‌ها رو میخوان بلند کنن با هم، یا چیکار کنن که اینقدر خسته میشن که فردا صبح و عصر همه مدارس تعطیل. خیلی جاها هم که اصلا دیگه اعلام نکردن که علت تعطیلی چیه، ولی پیشاپیش تعطیل اعلام کردن و بحث‌های از این قبیل. و باز وجه دیگری از این مضحکه این بود که یه سری آدم‌های این طرف اون طرف پیدا کردن به اسم هنرمند. آدم حیفش بیاد که این کلمه رو حتی با به اصطلاح و با گیومو اینا به کار ببره. تو اینها باز هر دو جنا، این داره به روحانی رأی میده، اون داره به رئیسی رأی میده که حالا چه تحفه‌هایی هستن که مثلا چه مسائلی میخواد حل بکنه. یکی از اینها نمونه جالبی بود که بعد از اینکه اومده با حوصله و با جزئیات زیاد که فیلمش هم هست که مثلا گذاشتن که انگار خیلی بچه آموزشی هم داره دونه دونه خالکوبیایی رو بدنش داره به رئیسی توضیح میده و رئیسی هم با دندون جگر گذاشتن کامل که از سر وضعش میباره داره تحمل میکنه و تو دلش میگه اگه دستم میرسید یه موقع دیگه، اگه مجبور نبودم به خاطر انتخابات از این افراح بیام یه لحظه این چیزا گوش نمیکردم. عکسی ازش منتشر کردن که عکس جالبی بود، در حال مطالعه شاهنامه. فقط اشکال کوچیکی که اینجا وجود داره اینه که شاهنامه جهتش تقریبا 180 درجه با جهتی که بتونه قابل خونده شدن باشه تفاوت میکنه. یعنی حالت این نهی باشن این بیسوادایی بودن که میگن طرف یه بار بیسواد بود داشت اف ام میومد روزنامه رو برعکس گرفته بود، بهش گفتن خب چه خبر؟ گفتش که یه کامیون چپ کرده. بعد طرف که با سواد بود روزنامه رو براش چرخون، گفت نه تو برعکس گرفتی، این خبر چیز دیگه است. به هر حال در توصیف این عکسی که شاهنامه رو برعکس گرفته، دوست عزیزی نوشتن که روایت است که ایشان نه تنها قادر بودند که شاهنامه را برعکس بخوانند، بلکه آن را از آخر به اول حتی با ضربدری و مورب نیز از بر بودند. این هم یه نمونه دیگه. گفتنی طبعا زیاده، فرصت متاسفانه به پایان رسید. مثل همیشه آدم تا میاد احساس خوشحالیش رو از قرار گرفتن در ارتباط با شما به قول معروف مزمزه بکنه، متوجه میشه که وقت تموم شد. بنابراین به قسمت سخت برنامه میرسیم و اونم خداحافظی هست. فقط می‌خواستم یک بار دیگه همراه با همه دست‌اندرکارهای پیک شادی از همه شما تقدیر بکنم به خاطر به شکست کشوندن نمایش مضحک انتخابات رژیم آخوندی، به خاطر ارائه تصویر واقعی از آنچه که در ایران میگذره، یعنی انزوای بی سابقه این رژیم که دیگه کوچکترین اقشار مردم رو حتی بی تفاوت نسبت به خودش نداره، و به خاطر سیری محکمی که در این جریان به خامنه‌ای و دم و دستگاهش که مدت‌ها بود داشتن روی این حساب می‌کردن نواختید. دست شما درد نکنه، خسته نباشید. خیلی خوشحال شدیم که در این روز در خدمت شما بودیم و تا دیدار بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدارتون باشه. هیچ کس دیگه نمیده رای، این ترانه مال انتخابات 96 خیلی زور زدن که تنورشو گرم کنن اما جواب نداره چون هیچکی بهشون رای نمیده. میگن آقای شهرانیشون پوله از سر تا پاشیشون اما بهش رای نمیدن. دو در بازی هست تو کارشون، زمین خالی شده خوراکشون، پیراسکو رو به آتیش زده ایشون ولی بهش رای نمیدن. این یکی چی داره؟ کلید چوبی داره، عشق فرنگی داره ولی بهش رای نمیدن. بعد یک کشکی داره، چاقوش دسته نداره، کارش بد جوری داره ولی بهش رای نمیدن. ای وای دارم چی میبینم، دارم گراکوزا میبینم، وای یه هیولا میبینم این دیگه رو نمیخونم. وای دارم چی میبینم، دارم گراکوزا میبینم، وای یه هیولا میبینم این دیگه رو نمیخونم. آقا این یکی اصلا تو تنس نمیاد، طرف قاتل بابا آیت الله
قتل عامه، بگذریم ازش.